سلام سفر جان، خوش اومدی به این اپیزود از بلک باکس اینترویوز و خوشحالیم که تو این اپیزود همراه ما هستی. سلام به همه کسایی که میبینن خواهند دید. منم همینطور، منم خوشحالم که اینجا و امیدوارم که یه مکالمه باشه که برای همه کسایی که کنجکاون خیلی مفید باشه، بتونه مفید باشه. قطعا همینطوره. سفر جان، یه معرفی از خودت بکن و از تجربیات کاری و تحصیلی که داشتی. خب من کاری که الان دارم میکنم، از آخر به اول شروع میکنم. کاری که الان دارم میکنم تو حوزه اکتیو اینفرنس بخوام خیلی برای کسایی که شاید آشنا باشم توضیح بدم، متدولوژی شبیه به reinforcement learning. آره. و اتفاقی که میفته اینه که ما با همون طرز فکر منتها از زمینه نوروساینس وارد میشیم به بررسی اینکه چطوری میتونیم تقابل یک ایجنت رو با یک انوایرمنت بررسی بکنیم. اما دلیل این که من این حوزه رو انتخاب کردم چی بود؟ به خاطر اینه که بچه‌ای که تو ای آی ان اینو خیلی بیشتر در جریانن. خیلی داره ای آی روال کاری تکرار میشه و تکراری میشه، به خاطر اینکه الگوریتم‌های قدیمی که ما داریم مال خیلی وقت پیشه، تقریبا خیلی وقتی که اتفاق بزرگی نیفتاد. آخرین اتفاق بزرگی معماری ترانسفورمرها بود که خب اونم مال 2017 و قبل اونم ما مثلا یه دونه دیگه کانولوشن نتورکس داشتیم که خب ایناها به فواصل زمانیش که دقت بکنیم اینطوریه که خب ما برای یک مدت زمان زیادی یه استگنیشن، یک سکون داشتیم توی علم، توی این سیستما که این سکون اشتباه هم جلو برده شد. کارهایی که من کردم ترین کردن مدلایی بوده که خب همه جا هست در دسترس، از مدل‌های NLP State of the Art همشون تا مدل‌های آدیو تا مدل‌های LLM همشون رو ما کار کردیم تو پروژه‌های مختلف، حالا تو باز زمانی‌های مختلف، بخاطر اینکه خب من همزمان که درس می‌خوندم کارم می‌کردم. ولی خب از وقتی که اومدم میلان برای ادامه تحصیل، خب یه کمی روال فرق کرد، به خاطر اینکه یه جایی تو میخوای بری اون لبه علم رو تاچ کنی، میخوای بری ببینی که اونجا چه خبره. و خب وقتی که میری عموماً به این معنا نیست که تو درس هایی که میخونی یا در اختیارت میذارن، ریسورس هایی که در اختیارت میذارن، میتونی پیدا بکنی اون چیزی رو که دنبالش میگردی. خیلی وقتی اونجوری که خودت باید بری جلو ببینی که خب اینجا یه گپی هست، این گپ رو کی قبلا پر کرد، چه جوری اومدن مثلا نگاه کردن بهش. اصلا نگاه اون مهندسی ما داریم، یه نگاه ساینتیفیک داریم، یعنی یه نگاه دانشمندانه داریم و این دوتا خیلی با هم فرق می‌کنن. کاری که من کردم این بود که من از نگاه مهندسی یه مقدار سویچ کردم به نگاه ساینتیفیک که ببینم آقا مثلا دلیل علمی یه اتفاقی چیه، چرا یه تصمیمی داره گرفته میشه توی یک الگوریتم خیلی بزرگ که بک‌گراندش ریاضیاته و اون ریاضیات یه معنایی داره، یک تصویری داره شکل میگیره توی الگوریتمایی که ما داریم توی ای آی. و الگوریتمای درستی هستن، الگوریتمایی هستن که واقعا یه معنی دارن، یه کار خاصی دارن انجام میدن و اینا اکثرا بک‌گراند ریاضی بوده. و من چون همیشه ریاضی برام یه درسی بوده که خیلی شیرین بوده و همیشه دوست داشتم فیگر اوت کنم، ببینم اوکی اون تصویری که یه فرمول داره رسم میکنه و من الان متوجه نمیشم با خوندن خود فرمول ساده، این تصویر چیه، من میخوام اونو بفهمم، من میخوام اونو پیدا کنم. این کنجکاوی من بود که من از مهندسی برخلاف خیلی از دوستای دیگه‌ام که خب علاقه داشتن تو مهندسی بمونن، سویچ کردم که یک کمی بیام تو فضای آکادمیک و اینجا ببینم چه خبره. و پیشنهاد میکنم هر کسی هم که فکر میکنه که علاقه داره این کارو بکنه، به خاطر اینکه خیلی خیلی بهتره وقتی که آدم متوجه میشه بک‌گراند داستان، چرا یک الگوریتم انتخاب شده، چرا یه فرمول انتخاب شده، چرا یه قسمت از فرمول مثلا از یه فرمول دیگه اومده.
و فهمیدن همه اینا خیلی دل آدمو باز میکنه، خیلی زیاد. خیلی عالی. خب برای شروع، برای اینکه یه مقدمه خوبی بسازیم، ما کلا قرار راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم. پس بهتره که اول راجع به این صحبت کنیم که اصلا هوش مصنوعی چیه و به نظر سپهر چرا هوش مصنوعی به وجود اومده؟ هوش مصنوعی خب سالیان ساله، چیزیه که اگر از دوباره دیدگاه ریاضیات بخوایم بهش نگاه بکنیم، ریاضیدان ها خیلی وقت پیش به این داستان فکر میکردن که ما بتونیم یه سری پترن رو شناسایی بکنیم و اتوماسیون داشته باشیم. یعنی بحث داستان اینه که ما یه سری از فرمولاسیون ها رو اتومات کنیم. ولی این کار اتوماسیون خب اینجوریه که شما چجوری میخوای اتوماسیون انجام بدی؟ یه کاری باید داشته باشی که ریپیتد باشه و بعد بیا یه فرمولی بذاری که اون خروجی اون رو، آوتکام اون رو بتونه تولید بکنه، این فرمول بتونه جنریت بکنه. و این میشه تصویر کلی داستان که از همینجا ما میایم یه اصطلاحی داریم به نام جنراتیو ای آی. یعنی ما میخوایم یه چیزی تولید بکنیم. حالا هوش مصنوعی دیدگاهی که تو سالیان مختلف اومدن بهش داشتن، چند تا دسته‌بندی کردن، اومدن گفتن آقا ما یک آرتفیشال اینتلیجنس داریم، بعد باز این میاد خودش میشه ماشین لرنینگ، میاد میشه دیپ لرنینگ، بعد میاد میشه ری‌انفورسمنت لرنینگ، همه اینها. ولی ساده ترین دسته‌بندی که من بخوام بگم یکی سوپروایزد لرنینگ یا یادگیری سوپروایز شده. ببخشید اگه من ترجمه‌اش یادم نمیاد. آره، یکی یادگیری آن سوپروایز، یعنی هیچ سوپروایزی وجود نداره که تو مثلا بگی که آقا من روی یادگیری نظارت دارم. حالا این سوپروایزها معنیش چیه؟ یعنی اینکه آقا من یا خروجی این پترن خاص رو، این الگوی خاص رو میدونم یا نمیدونم، میخوام حدس بزنم خروجیشو. و یک دسته سومی که خیلی اینترستینگ و خیلی جذاب ری‌انفورسمنت لرنینگ. ری‌انفورسمنت لرنینگ اسمشو بخوایم بگیم اینه که یه چیزی رو داره انفورس میکنه، داره فورس میکنه به سیستم مجدد و مجدد و مجدد تا زمانی که سیستم یاد بگیره، تا زمانی که ایجنت یاد بگیره. و این خب خیلی چیز جالبیه دیگه. چرا؟ چون تقریبا میتونیم بگیم برای بعضی از خود ما همینطوریه چیزی رو یاد بگیریم. ما اینقدر مثلا یه متنی رو میخونیم تا حفظش بکنیم و یه شعری رو میخونیم تا حفظش بکنیم. و این داره یه چیزی میگه که خب من مثلا میگم اگه خروجی یک پترنی رو داشته باشم، مثلا ساده ترین چیز چیه؟ اگر من هر کی رو با سیبیل دیدم، این معنیش این نیست که مثلا این فرد بابای منه. ساده ترین مثال زدم. این یه پترن های مختلفیه که با هم دیگه جمع میشه. اگر یه نفری بود که مثلا قدش اینقدر بود، رنگ پوستش اینقدر بود، مدل موش این شکلی بود، خب این مثلا میشه دوست صمیمی اون دوست من که من 2 بار دیدمش. این خروجی ها که اصطلاحاً میشه مپینگ کردن. ما یک پترنی رو شناسایی میکنیم، یه خروجی هم اینجا داریم، فضاهاش با هم دیگه سپرتن. این فضاها رو با هم دیگه آشنا میکنیم و میذاریم که خود مدل این ارتباطات رو پیدا بکنه و بعد این پترن رو انقدر یاد میگیره که استفاده میکنه. ولی یه سری محدودیت ها هستن دیگه و محدودیت ها تو همه سیستم ها هستن، مثلا فقط برای AI نیست. به خاطر اینکه من یه چیزی که توی ساینس اولین بار آدم تجربه میکنه اینه که خیلی از این طرز فکرهایی که ما داریم الان استفاده میکنیم تو علمای دیگه استفاده شدن و خروجی دادن و نقاط قوتشون، پروز اند کانزشون اومدن نشون و طبیعتاً AI هم مثل خیلی از سیستم‌های دیگه یه سری ایراداتی داره که توی بخش‌های مختلف میاد برطرف میشه. مثلا میگم ساده ترین چیز اینه، هیچ محیطی ثابت نیست، همه محیط‌ها در حال تغییر کردن و ما یه شاخصی داریم تو فیزیک به نام انتروپی، یعنی هر یه دیکه‌ای اتفاق داره میفته، یک افتی همیشه در حال اتفاق افتادنه اگر ما جلوشو نگیریم آمدانه.
و ما اگه بیایم این انتروپی رو به سیستم‌های AI که روی سوپروایز و آن سوپروایز معرفی بکنیم، الگوریتم‌ها دیگه خوب کار نمی‌کنن. نیاز داریم که سویچ بکنیم رو سیستم‌های دیگه که میشن تقریبا جنراتیو AI، یعنی میایم خودمون جنریت میکنیم. خروجی جنریت باز دوباره میشه که من دیگه مپینگ نمیکنم، من میام یه کار جدید میکنم، جنریت میکنم، تولید میکنم و میره توی اون سمت. یعنی بخوایم به لول بندی فکر بکنیم میشه تقریبا سوپروایز و آن سوپروایز و سپس میاد این ور که میشه رینفورسمنت لرنینگ و سبک فکری‌های شبیه به رینفورسمنت لرنینگ. سبک فکری‌های ما الان میخوایم راجع به یه سری تاپیک ها صحبت کنیم. میخوام فرضتو بر کلن فرضیت اینطوری باشه که فردی که داره اینو گوش میده این ویدیو رو اصلا چیزی از هوش مصنوعی نمیدونه. اصلا فرض کن اون مدلت، اون ایجنتت یک بچه کوچیکیه که میخواد یاد بگیره، واقعا مثل مدل که میخواد اون لرنینگ رو انجام بده، یه بچه کوچیکیه که میخواد یاد بگیره. حالا این تاپیک ها رو با فرض این که تارگتتون بچه هست، بچه میخواد یاد بگیره، به ما توضیح بده. مثلا به ما بگو سوپروایز لرنینگ اصلا معنیش یعنی چی؟ شاید خیلی خب بذار یه مثال ساده بزنم. من اگه یه پرانتزی باز کنم، امیدوارم اون بچه‌ای که داریم در صحبت می‌کنیم هم زبان انگلیسیش خوب باشه، هم یه کوچولو ریاضیاتش، چون من اینجوری مثال میزنم دیگه. بیایم مثلا اینطوری صحبت بکنیم که اگر من یک جسمی دارم میبینم 4 تا پایه داره، جنسش از چوب یا آهنه، میام میگم این میزه، این میزه. یا اگر میبینم که اگر 4 تا پایه داره ولی یک نشیمنگاه داره و یک پشتی داره، میام میگم این صندلیه. و شروع میکنم همه این اجسام مختلف رو لیبل میزنم، اسم میزنم بهشون و یه سری فیچرهاشون هم کنار این اسم میذارم و همه اینا رو تو یک دسته‌بندی بزرگ جمع میکنم و میام میدم به یک آدم، میام میدم به انسان، جوری که ما بچه‌ها رو بزرگ میکنیم دیگه. بچه بزرگ میشه میگه مامان این چیه؟ بابا اون چیه؟ و من انقدر این پترن رو با میزهای مختلف و صندلی‌های مختلف و اجسام مختلف به این بچه یا به این مدل نشون میدم که ناخودآگاهش میشه و از یه جایی به بعد دیگه اگر میز مشابهی ببینه میگه اون میزه. ممکنه اشتباه بکنه ولی میگه اون میزه. این میشه سوپروایز لرنینگ. آن سوپروایز لرنینگ اینه که من تو یک سالن خیلی بزرگ مثلا میام میز میذارم، میام صندلی میذارم، میام یک دونه جسم دیگه میذارم، چی انتخاب بکنیم؟ یه دونه گلدون میذارم و به این بچه میگم که همه این اجسام رو برای من مرتب کن بر اساس شباهت و میاد نگاه میکنه دیگه فیچرها چی هن؟ معیارهای ظاهری هن دیگه. تو این مثالی که ما داریم میزنیم، خب وقتی میزا همه شبیه همه، صندلی‌ها شبیه همه، گلدونا شبیه همه رو با هم یه جا جمع میکنه. درسته؟ نمیدونه اسمشون رو، نمیدونه اون میزه، نمیدونه این صندلیه، نمیدونه اون گله، ولی داره میبینه دیگه، یه سری فیچرها رو داره میبینه. حالا اون فیچرها تو فضای AI میشن مختصات ریاضی. خیلی وقتا میشن ایکس و ایگرگ، بخوام به ساده ترین فضای دو بعدی بگم میشن ایکس و ایگرگ. خب میاد نگاه میکنه میگه آقا این مثلا از این خط ایگرگ بالاتره، این از این خط ایگرگ پایینتره، اون از این ایکس اونورتره، این از این ایکس اونورتره و میاد مرتب میکنه. یه جسمی خارج از سالن میاریم و بهش میگیم حالا اینو در کنار بقیه اجسام مرتب کن. خب نگاه میکنه به این جسم، دوباره نمیدونه میزه، لیبلی وجود نداره که این میزه لزوما و میاد اینو میذاره در کنار شبیه ترین اجسامی که داره تو اون دسته‌بندی که خودش انجام داده میبینه و این به اصطلاح ساده میشه آن سوپروایز لرنینگ. یعنی ساده ترین شکلی که ما میتونیم در مورد این مفاهیم صحبت بکنیم
همون شکلیه که خیلی وقتا خود ما داریم زندگی میکنیم باهاش. من کتابا رو میخوام مرتب کنم تو قفس‌های کتاب، دو حالت دارم. یا میتونم بر اساس موضوع کتابو مرتب بکنم، یعنی لیبل دارم توجه میکنم دارم، یا میتونم بیام بر اساس رنگبندی مرتب کنم. همزمان مرتبه دیگه، کاری هم ندارم موضوع کتاب چیه، لیبل خاصی ندارم، دارم به ویژگی کتاب، ویژگی ظاهری کتاب صرفا توجه میکنم. ویژگی ظاهری کتابم رنگشه برام، و بعد موضوع رو میخوام خیلی مرتب تر باشم، کتابا رو به ترتیب مثلا اون قد کتاب مثلا معرفی میکنم، مرتب. این میشه ساده ترین چیزی که ما خود ما آدما داریم استفاده میکنیم. و یه چیز بانمکی که اینجا وجود داره همینه که خیلی ها فکر میکنن AI خیلی چیز عجیب غریبیه، در صورتی که تمام متدایی که ما داریم تو AI استفاده میکنیم و هر روز خودمون داریم تو زندگی عادیمون استفاده میکنیم. یعنی این همه، من اینو میخوام بگم، این همه محقق و این همه بودجه و این همه دانشمند نرفتن یه چیز خیلی عجیب غریبی بسازن که هیچ کس نفهمه. شاید اسمایی که شما میشنوید اینو القا بکنه، ولی وقتی آدم میاد میگم ریاضیشو یاد میگیره و میبینه چی کار دارن میکنن، اینجوریه که خب اوکی این یه کاریه که شما از زندگی عادی الهام گرفتید، نرفتید چیز خیلی خاصی خلق بکنید. این یه چیزیه که ما هر روز داریم، مغز آدم داره هر روز استفاده میکنه و داریم تو زندگی عادیمون هم استفاده میکنیم. که اینجا میرسیم به یکی از ریشه ترین مفاهیمی که تو AI وجود داره، که اصلا اولین بحث هایی که ما در مورد پیاده سازی AI داشتیم کپی از ساختار مغز بود. یعنی گفتیم ما بیایم ساختار نورونای مغز رو بیایم کپی بکنیم، بیایم بگیم که یه سری اطلاعات دارن جذب میشن در نقاط مختلف، ما این نقاط به هم دیگه وصل بکنیم این نقاط رو، و این اتصالات یه وزنی داشته باشه، یه ارزشی داشته باشه. هرچی این اتصال قوی‌تر، ارزش بالاتر، خب اتصالش هم قوی‌تر. مثال ساده‌ش هم اینه، من 2 تا آدم میشناسم، میام یه فرد سومی هم میشناسم. فرد سومی که میشناسم دوست یکی از این افراده، دوست هر دو نیست. خب اگه بخوام اینو ارتباط بدم با دیگه، بعد وزن ارتباط بین اینا رو بالاتر میذارم، اتصال بینشون رو قوی‌تر انجام میدم تو ذهنم. و این میشه ساده ترین ساختاری که ما میتونیم برای AI مثال بزنیم. برای کسی که اصلا آشنا نیست با فضای داستان، میگیم که کلش میتونه همین باشه. حالا بیای تو جزئیات میبینی که جزئیات رو خیلی میان پیچیده تر میکنیم با ریاضی، چون ریاضیه. من 1 به اضافه 1 که میشه 2 رو میتونم بیام بکنمش مثلا ضرب در 2، بعد اونور میشه 4، بعد میتونم بیام مثلا یه تقسیم بر x بذارم، مثلا یه تابعش بکنم. عجیب غریب. همیشه میشه بهش اطلاعات اضافه کرد، همیشه میشه بهش پیچیدگی اضافه کرد، و هرچی ما پیچیده تر بکنیم، پوینت اینه که نزدیکتر میشه به دنیای واقعی، چون دنیای واقعی پیچیده است، تصمیم گیری تو دنیای واقعی سخت‌تره دیگه. و این میشه ساده ترین چیزی که از AI میشه اینتروداکشن استفاده کرد برای AI. یه سوالی میخوام بپرسم، شاید حالا یکم جنبه مثلا فلسفی هم پیدا کنه، ولی مثلا میخوام ببینم دیدگاهت چطوریه نسبت بهش. من فکر میکنم مغز انسان رو خود ماها یا حتی مثلا پزشکان یا حالا تکنولوژیستا، اصلا مغز انسان و خود انسان رو به درستی حتی به نظر من نتونستن بشناسن. وقتی یه چیزی رو هنوز نتونستی درست بشناسی، چطوری میتونی یک چیزی، یک کلونی شبیه اون بخوای بسازی؟ خب الان یه کوچولو باید بیایم جلوتر توی این تاپیکی که فیلدی که من دارم کار میکنم. تو فیلد اکتیو اینفرنس، من اسمش رو برای کسایی که گوش میدن بخوام ترجمه بکنم، میشه استنتاج اکتیو، استنتاج فعال. چرا ما میگیم استنتاج فعال؟ به خاطر اینکه ما توی اکتیو اینفرنس خیلی نزدیکتر میشیم به مغز، خیلی نزدیکتر میشیم به مغز، و تقریبا خود من که اصلا دارم نوروبیولوژی میخونم تقریبا، و ما در کنار این داستان سایکولوژی هم میخونیم. یعنی من اینجا تاپیک سایکولوژی هم خوندم سر کلاس خودمون اصلا.
و بحث چیه؟ بحث سر اینه که این داستان خیلی برمیگرده به اینکه آقا ما چقدر اطلاعات داریم به قول تو از ساختار مغز و روانشناسی. و بخوام اینجوری بگم، اینجوریه که ما اطلاعات بیولوژیمون از مغز خیلی جلوتر از روانشناسی بوده. یعنی روانشناسی خیلی وقت مخصوصا تو محیط آکادمیک آپدیت نشدن، حالا به هر دلیلی، دلایل مختلفی داره، هم سیاسیه هم دلایل خیلی مختلفی داره، آپدیت نشده، این اتفاق نیفتاده، بخاطر اینکه خب بودجه نرفته جلو یا کتابایی که نوشتن مثلا یه سری دانشمند، اگه برای مثال میخوام مثال بزنم، وقتی که سم آلتمن اومده چت جی پی تی رو به قول گفتنی توی کمپانی ساخته، این محصول رو دیولپ کرده، تولید کرده، دنیای ای آی این داستان رو پذیرفته و اومدن رپرزنت کردن به همه، حتی به مردم عادی، به همه اقشار مختلف این بخش و چه حرفه‌ای‌ها، چه متوسط، چه افرادی که تازه دارن استفاده میکنن. خیلی همون داریم استفاده روزمره همه رو از چت جی پی تی می‌بینیم دیگه، ولی این اتفاق تو روانشناسی نیفتاده به اون شدت. یعنی اگه کسی مثلا میگم شاگرد یونگ بوده و خیلی شاگرد خوبی بوده، یه کتابی نوشته، باز ایشون خودش شاگردی داشته که این آدم خیلی آدم برایت و روشن فکری بوده و خیلی آدم قوی بوده و یه کتابی نوشته، نیومدن کتابای ما رو بیان درست آکادمیک کنن و رپرزنت کنن. حالا چرا این اتفاق افتاده بحث طولانیه، ولی ساده ترین چیزش اینه که آره از لحاظ سایکولوژی خیلی عقبیم، گرچه ریسورسش هست اما تو آکادمی تدریس نمیشه به اون شدت، یا اگرم تدریس میشه فوکس روش نیست. استیت آف آرت. امیدوارم یه نفر بیاد بگه من توی دانشگاهی دارم میخونم همین چیزایی که میگی رو و میدونم، من خیلی حال میکنم، یعنی ایول. ولی برای عموم جامعه الان شما بری بیرون به هر کسی بگی چت جی پی تی رو میشناسی، میگه آره میشناسم، ولی میگه شاگرد یونگ رو میشناسی، میگه نمیشناسم، خود یونگ هم شاید نشناسم. دقیقاً این اتفاق هست. حالا اینکه ما از ساختار مغز چقدر اطلاعات داریم و چقدر میشناسیم درسته، ما مغز رو کامل نمیشناسیم، ولی این یک ترشهولدی داره، این یک بحثی سرش میتونه اتفاق بیفته. اون بحث چیه؟ من اینطوری میخوام این رو توضیح بدم و در موردش صحبت بکنم. ما اگه بخوایم در مورد مغز بیشتر اطلاعات کسب بکنیم، دو راه داریم. یا بیایم دائم مانیتور بکنیم مغز آدم رو، یا بیایم یه چیزی شبیه به مغز بسازیم با آخر اطلاعاتی که داریم و بذاریم بکنه و اینو مانیتور بکنیم. بعد سوال اینجا پیش میاد که کدوم هزینه‌اش به صرفه تره، کدوم از لحاظ اخلاقی درست تره و کدوم به من خروجی بهتری. یه اتفاقی که ما داریم توی آزمایش انسانی اینی که خب خیلی وقتا از لحاظ اخلاقی درست نیستن، اون به کنار، مثلا من چون این کیس کاری ندارم. خیلی وقتا ما وقتی با آدم ها سر و کار داریم خطا خیلی بالاتر میره، به خاطر اینکه همه افراد در زمینه‌ای که ما میخوایم باشون کار کنیم حرفه‌ای نیستن که بتونن فیدبک حرفه‌ای بدن و مشکل با خیلی از انسان‌ها داری همینه دیگه، نه فستن به اندازه کافی، نه اطلاعات جان و همه آدما نمیتونن همه چیزایی که تو زندگیشون بلدن و در آن واحد در دسترس داشته باشن. یه کمی فکر باید بکنن. این اتفاق ولی برای سیستم‌های بزرگ مثل چت جی پی تی خیلی اطلاعات همیشه تو اون حافظه هست، یه جایی هست داره پیدا میکنه و خیلی سریعتر از آدم‌ها میتونه پیدا بکنه، خیلی هم سریعتر از آدم‌ها میتونه به تو جواب بده. و حالا یه بحثی پیش میاد این وسط و اون بحث اینه که خب خیلی وقتا انسان‌ها میتونن اشتباه بکنن و ما فکر می‌کردیم، یعنی اوایل اینطوری بود که چت جی پی تی اشتباه نمی‌کنه، بعد دیدیم که نه، اشتباه میکنه که هیچ، اشتباه‌های خیلی خنده‌داری هم میکنه. اومدن گفتن که نه ما مدل رو بهتر بکنیم این اشتباه رفع میشه، ولی مثل یک انسان اگه بهش نگاه بکنیم، من حرفم اینه اگر یک آدمی باسواد باشه و یک آدم باسواد اشتباه بکنه،
اشتباهش سنگین تره، سخت تره تشخیص دادنش، یا یه آدمی که تخصص نداره توی موضوع. اگه اشتباه بکنه همون اول تو میتونی متوجه بشی دیگه، همون اول میتونی بفهمی که آقا خب اوکی این چیزی که ایشون داره میگه اشتباهه، اطلاعات کامل نداره. ولی اون نفری که اطلاعات کامل داره به نظر، اگه اشتباه بکنه خیلی سخت‌تر تشخیص دادن اشتباهش. و این اتفاق برای AI داره میفته تحت عنوان هلوسینیشنز که میگیم توهم میزنه. مثلا ازش میپرسی که چه میدونم این پیپر رو کی داده، میاد میگه این پیپر رو دکتر فلانی داده، اسم اولو درست میگه، میره مثلا اسم سوم اشتباه میگه. حتی نگاه میکنی خب میگه مثلا پیپر اسم اولش درسته دیگه، میری مثلا فکت چک هم میکنی، فکت چک میکنی یعنی خب مثلا اگه حواست نبود اسم سوم اسم اشتباه داده. اصلا همچین آدم وجود خارجی نداره. چرا داره این اشتباه میکنه؟ من از شما میپرسم پریروز نهار چی خوردی؟ باید فکر کنم. بعد ممکنه به من جواب چی بدی؟ نهاری که دیروز خوردی. آره. یادت نمیاد. حالا ممکنم اصلا یه غذایی بگی که نخوردی. آره. اسم یه غذایی رو بیاری که نخوردی دیگه. به همین سادگی. یعنی من یه چیزی که با همه دوستا و دور و بریا دارم اینه که مثلا یهویی میان پیش من، خب میدونم مثلا من کارم اینه دیگه، شاکی که چت جی پی تی اینجای کار منو اشتباه کرده، اصلا این چیه ساختن اینها. بعد من میگم که نگاه کن این درسته یک سیستم کامپیوتریه و تو عادت کردی به همون مثلا ویندوز 7 و 10 و اینها که مثلا اگه ضرب در رو میزنی باید حتما پنجره بسته بشه، ولی اینجا اینجوری نیست. این کپی ساختار مغز انسان ها، این میتونه اشتباه بکنه و اشتباهش هم مثل اشتباه رفیقته، میخواد سر به سرت بذاره، مثلا یه شوخی باد بکنه، اشتباهی مثلا میذاره کورت میکنه. خب این قضیه هست دیگه، ریسک طبیعی زندگیه و اونم الان یه همچین چیزی، اونم همچین اتفاقیه. یعنی یه خروجی طبیعی از یک مدل ریاضی طبیعی دیگه، از یه مدل ریاضی طبیعی. یکم بخوام تخصصی تر توضیح بدم، اوکی، ما یک دیستریبیوشنی داریم، یک توزیعی داریم از احتمالات ممکن. من اگه به شما بگم که الان ممکنه، بذار اینجوری بگم، ایرانیم دیگه، اگه الان ممکنه اسرائیل موشک بزنه، احتمالش 0% نیست، دقیقاً 100% هم نیست. اگه مثلا بخوایم بگیم خیلی احتمال یه اتفاقی کمه، یه هواپیمای خدای نکرده سقوط بکنه، هیچ کسی میتونه بگه 0%. دقیقاً احتمالش ممکنه مثلا دیگه در کمترین حالت 0.01 باشه. خب حالا این چت جی پی تی هم یه الگوریتم ریاضیه، داره روی دیستریبیوشن، داره روی توزیع احتمالی حرکت میکنه. یهو میبینی مثلا افتاد تو همون یه دونه 0.01 یه کلمه‌ای گفت که اصلا ربطی به این توزیع نداشت. حالا همه فرمولاسیون‌های ریاضی که ما داریم اینه که اینو بخوایم بهتر بکنیم، ولی این خصلت شاخه دیسیژن میکینگ، خصلت تصمیم گیریه. وقتی که من دارم تصمیم میگیرم برای یه کاری، برای ساختن یه چیزی، در کنارش به ذهنم هم میگم که ببین احتمال خطاش هم هستا، بعد چجوریه که برای خطای تصمیم‌های خودم میگم 40%، 50%. اگه به فلانی مثلا این تکستو بدم ممکنه مثلا اینجوری جوابم بده، اگه مثلا چه میدونم برم برای این کار اپلای بکنم ممکنه جواب نگیرم، اگه هزار تا اتفاق تو زندگی، روتین تو زندگی دیگه. حالا من چرا نمیتونم این احتمال رو به چت جی پی تی بدم؟ فقط به خاطر اینکه چون فکر میکنم ای آی باید کامل باشه؟ نه، همچین چیزی وجود نداره دیگه. اگه ای آی شبیه مغز خود من ساخته شده که این ای آی داره مغز خود منم بهتر کار میکنه. چون اگه از من بپرسن مثلا پیپر فلان رو کی نوشته، من اصلا نشنیدم اسم پیپر. پس میگم البته اینا هم جامعه مارکتینگ داره یکم، یعنی مارکتینگی که روی ای آی شده خب از قصد آمدانه این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه یه پرامیسی شد، یه قولی دادن به همه دنیا که آقا این قراره بهتر کنه، ولی خب از اون طرف هم یه بهای این شکلی داره که نه، باید با
با ریالیتی هم همه آشنا بشن. ولی خب خیلی شاهکار این کارو کردن، یعنی اول اومدن یه قولی دادن، همه که عادت کردن حالا میگن خب با ریالیتیش هم بسازیم. این بیشتر داستانیه که در جریان هست. خب توی اکتیو اینفلوئنس که راجبش بهمون گفتی، دو تا حالا تاپیک مختلف داریم به نام اپیستمیک ولیو و پرگماتیک ولیو. راجب اینا بهمون یکم توضیح بده چیه هست؟ من بذار از reinforcement learning شروع بکنم چون نزدیک‌تر به بحث AI. ما از یه جایی به بعد گفتیم که آقا اگه بخوایم واقعا این مدل‌های AI مون رو خیلی باحال بکنیم و خیلی خفن بکنیم، باید بیاریمشون تو دنیای واقعی خودمون دیگه. من اگه بخوام ساده ترین مثالش اینه، من اگه یه دونه جارو برقی اتومات هوشمند دارم و میخوام بذارم تو فضای خونم، این داره میاد تو انوایرمنت خونه من، داره میاد تو فضای خونه من. تا اینجاش درست؟ خب فضای خونه من یه فضای مشخصیه، یه فضای متراژ مشخصیه دیگه، فضای مدل توی کامپیوتر نیست. اوکی، بعد من اومدم گفتم که خب منی که دارم مثلا این سیستم رو دیولپ میکنم، من نمیتونم هر سری بیام فضای مدل خونمو یا مدل خونه دوستمو، مدل خونه مشتریمو بیام توی محیط 3D بسازم، بدم به مدل رو رام بگیرم، یاد بگیره چه خبره، چه هزینه‌ای داره. دوباره از اون کارهاییه که میتونه اتوماسیون اتفاق بیفته. میگم چی؟ میگم که من یه دونه ایجنت میسازم، ایجنت هم میذارم توی انوایرمنت هم رو اگر خروجی خوبی گرفت ریوارد به ایجنت هم میدم. ساده ترین مثالی که یه قدم از AI بیام بیرون، بیام تو بیولوژی، همه مثال میمون و موز تو قفس رو شنیدن دیگه. آقا اگه رفتی تو قفس موزه رو برمیداری، اگه نرفتی نمیرسی به اون موزی که دوست داری. حالا من بیارمش اینور میشه ریوارد برای ایجنت. میگم اگه تونستی بری اون آشغال روی زمین رو اونجا شناسایی بکنی و تمیزش بکنی و برگردی دوباره سر جات، ریوارد بده. اگه نتونستی شناسایی بکنی، ریوارد نمیگیری. اگر انقدر اشتباه شناسایی کردی که باتری تموم شد، ریوارد منفی میگیری که دیگه نری این کارو بکنی. ساده ترین مثالش دوباره میشه جوری که من دارم میگم مثلا چه میدونم میخوام پول تو جیبی بدم به بچه‌م، اگه ببینم رفتی با اون پول تو جیبی سیگار خریدی، خب پول تو جیبی هم ازت میگیرم. اگه ببینم کاری نکردی، خب پول تو جیبی دستته. اگه ببینم رفتی مثلا برای مامانت شاخه گل خریدی، خب منم یه حالی به پول تو جیبی بیشتر تو بعدی تو بیشتر میکنم. یعنی همه این چیزا اتفاقای روزمره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم. این از این. حالا دو تا بحث بیان میشه توی RL سر اینه که خب خیلی ممکنه بیان بگن آقا این جاروی بدبخت چقدر بره محیطو بگرده، ممکنه یه محیط خیلی بزرگ باشه بخواد بره کل اینو بگرده، باتریش تموم میشه، اصلا نمیتونه برگرده. حالا یه سری فکرای ساده است که مثلا میگه آقا پس تو بیا مثلا اونقدی برو بگرد که هر مسیری رفتی بتونی همون مسیری که رفتی رو برگردی به جای شارژت، مثلا دوباره شارژ بشه و بتونی ادامه بدی. یه چیزی هست میگه که آقا تو مثلا یه مسیری رو برو شناسایی بکن اون محیطو، بعد از هر جای اون مسیر خواستی برگردی یه مسیر کوتاه‌تر پیدا می‌کنی، اینجوری باتریت سیو میشه، میتونی بیشتر بری دور بزنی. این یه مدل فکر دیگه. ولی ساده ترین تعریفی که من میخوام بگم از دو تا طرز فکری که ما داریم برای استفاده، یک اکسپلوریشن، دو اکسپلویتیشن. اکسپلوریشن چیه؟ میگه آقا من میخوام اکسپلور کنم این چیزی، من میخوام بدونم که چقدر باید برم زیاد بگردم یا برم کم بگردم، اینو باید تنظیم بکنم درجهشو. میدونم اکسپلویت یعنی چی؟ یعنی من همین محیطی که گشتم، محیطی که میشناسم رو چقدر بیام استفاده بکنم برای ریوارد گرفتن. دوباره تو مثال جارو، یه محیط 4x4 داریم، این 2x2 رو حفظه.
میتونه بیاد این 2x2 رو خیلی خوب تمیز بکنه، میتونه بره کل 4x4 رو بشناسه و برگرده. این ساده ترین اولویت بندی برای این مدل. حالا من تنظیم میکنم به عنوان کسی که دیولپره، به عنوان کسی که داره این سیستم رو میسازه که آقا تو یا بیا اولویت تو اصلا رو تمیزکاری نذار، بیا برو مثلا کل محیط رو بشناس برگرد، یا همین 2x2 که میشناسی رو خوب تمیز کن، بلش کن کل محیط، یا با یه نسبت 50% انرژی تو بذار این 2x2 رو یه کوچولو تمیز بکن، 50% انرژی باقی مونده تو برو مثلا محیط رو بشناس و برگرد. این در بندی‌ها همه توسط اون کسی که داره اون سیستم رو دیولپ میکنه نوشته میشه. حالا دوباره مثال زندگی واقعیش میشه اینجوری که من برم دوستای جدید پیدا بکنم، یا همین دوستایی که دارم رو برم بچسبم باهاشون پیشرفت بکنم، بیام راضیشون بکنم، بریم با هم کتاب بخونیم، مثلا رشد شخصیتی داشته باشیم، بریم با هم مثلا خوب درس بخونیم، نمراتمون بره بالاتر. تو مسئله انسانی من الان یه سری مشکلات برام واضح‌تره دیگه. اگه دوستای من نخواستن با من درس بخونن چی؟ بیارمش رو مسئله جارو ممکنه بدونه که خب آقا این محیط 2x2 تمیزکاری آنچنانی نمیخواد، من چرا باید بیام 50% انرژی رو بذارم برای تمیز کردن یه محیطی که تمیزه؟ این میشه یه آرگومنتی که یه کوچولو ما داریم توی سیستم‌های دیسیژن میکینگ که باز دوباره میان یه سری میگن که خب اوکی ما اینو پس برای اینکه بتونیم هوشمندش بکنیم میایم میگیم که آقا ما اینو میایم یه اپسیلون در نظر میگیریم که میتونه متغیر باشه با توجه به شرایط، یعنی میاد محیطو که میگرده از انوایرمنت، از محیط سری اطلاعات دریافت کنه و خودش بیاد هوشمند این اپسیلون رو تنظیم بکنه. اگه میبینه اون محیط 2x2 خیلی هم وضعیتش بد نیست، خب نیاد 50% استفاده بکنه برای تمیزکاریش، بیاد 20% استفاده بکنه، 80% رو نگه داره برای استفاده کارهای دیگه‌اش. این میشه اون تنظیم کردن شاخصی به نام exploitation و exploration. بیایم سویچ بکنیم به اکتیو اینفرنس. اکتیو اینفرنس میاد چجوری به قضیه نگاه میکنه؟ میاد نگاه میکنه که من اگه بخوام به محیط نگاه بکنم یک پرسپشن دارم، یک دیدگاهی دارم که دارم میبینم. بذار اول اینم بگم اکتیو اینفرنس کاملا بر اساس نوروساینس، یعنی کاملا بر اساس علم مغزشناسی میاد نگاه میکنه به قضیه. پس اصطلاحاتی که من میگم اصطلاحات بچه‌های نوروساینسه، با احترام البته. میگه من یه پرسپشن دارم و یه اکشن دارم، اینا جفتشون دو روی مختلف یک دونه سکن، یعنی تعامل من با محیط هم بر اساس پرسپشنمه هم بر اساس اکشنم. ما توی RL میگیم آقا اکشن و ریوارد خیلی مهمه، یعنی ریواردی که من بهتون میدم خیلی مهمه. فوکسمون کمتر روی اون اطلاعاتی که داره دریافت میکنه از محیط دیگه، همچنان داره اطلاعات دریافت میکنه. این که من میگم فوکسمون کمتره به این معنا نیست که ما اطلاعاتی که دریافت میکنیم کمه، ولی اینجا فوکس اون اطلاعاتی که من دریافت میکنم. چرا؟ چون آقا مغز وقتی داره کار میکنه روی مکانیزم ترس داره کار میکنه و این مکانیزم ترسش اینجوریه که میگه آقا من بر اساس پرسپشنم، من بر اساس اون دیدگاه خودم از دنیا، اون چیزی که دارم میبینم و دارم حلاجی میکنم توی ذهن خودم برای خودم، اینفرنس میکنم، استنتاج میکنم، میام یه مدل از دنیا میسازم. این مدل از دنیا ساختن یعنی چی؟ بذار من یه مثال ساده بزنم. مثلا اون البته همه اینو شنیدن تقریبا دیگه، وقتی که توی خیابون هستیم من میگم ماشینای آبی رو نگاه کن بشمر چند تا میکنه، میشمره، بعد من میپرسم ماشینای قرمز چند تا بودن؟ نمیگه. چرا؟ چون پرسپشنش مهمه، فرق میکنه. اکتیو اینفرنس از دیدگاه نوروساینس میاد از این دید نگاه میکنه که میگه آقا مدلی که من از دنیا میسازم خیلی مهمه، به اندازه اکشنی که من دارم تو دنیا انجام میدم مهمه.
یعنی اگه من میام راست میگم یا دروغ میگم مهمه، اگرم میام نگاه میکنم به ماشینای آبی یا ماشینای قرمز هم مهمه، به یک اندازه جفتشون و با این دوتا میاد تنظیم میکنه چیزی به نام اپیستمیک ولیو و پرگماتیک ولیو که دوباره تو مثال ساده تر همون اکسپلوریشن اکسپلویتیشن توی RL، ولی با تفاوت این که اینجا اومدن دوباره تعاریف بیشتر نزدیک شدن به نوروساینس و به دیدگاهی که این متدولوژی داره. یعنی چی؟ یعنی که ما توی اپیستمیک ولیوز میایم میگیم که آقا من یه ارزش گذاری میکنم روی اطلاعاتی که دارم دریافت میکنم و توی پرگماتیک ولیوز میگم ارزش گذاری میکنم روی اطلاعاتی که از اکشن خودم فیدبک میگیرم. یعنی من یه کاری که انجام میدم تو محیط یه فیدبکی به من میده، اون فیدبک رو میام ارزش گذاری میکنم چقدر مهمه. حالا جالبیش اینه من دارم میام ارزش گذاری میکنم، نمیام بگم من اینو کامل میگیرم حذفش میکنم، نه دیگه. یعنی من نگاه میکنم اوکی من فیدبکی که گرفتم چقدر ارزش داره، چقدر صلاحیت داره، چقدر درسته. و این یه کاریه که اکثر ماها آدم‌ها نمی‌کنن. خوب درست انجامش. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگه ببینم من یه چیزی گفتم دوستم ناراحته، اتفاقا برعکس میکنم، میگم شخصی سازی میکنم، میگم تقصیر منه. ولی یه مدل ممکنه بگه نه آقا ناراحتیش ممکنه به خاطر این باشه که مثلا من دارم میبینم اونور مثلا چه میدونم یکی دیگه یه چیزی بهش گفت من حواسم بود، یا من میدونم ممکنه به من ربطی نداشته باشه پس من خودم رو زیاد درگیر نمیکنم. این دیدگاهیه که اکتیو اینفرنس داره. خیلی بخوام حتی همه اینها سیستم‌های دیسیژن میکینگ هستند در تعامل با یک انوایرمنت. یعنی بچه اشتراکشون اینه که یه ایجنتی وجود داره و در حال تعامل با یه انوایرمنت خاص. همه اینا برمیگرده به خیلی سالها پیش که فیزیکدان‌ها اومدن کانسپتی به نام کنترل رو اصلا معرفی کردن. یعنی اصلا همه این حالا خیلی هاش اومده جدیدتر شده تو دیتیل و تو جزئیات، یعنی همه اینو برمیگرده به بچهای فیزیکی که مثلا اون موقع کنترل رو معرفی کردن و تو کنترل همه اینا هست اکثرا. چون من نمی‌تونم در مورد کنترل نظری بدم، بک‌گراند فیزیک میخوام، ولی من با چند نفر صحبت کردم یک کوچولو خوندم میبینم که خب اوکی اینا اصلا ما آدم‌ها، حالا من تاریخش رو نمیدونم ولی بگیم حدود 200 سال پیش ممکنه کم و بیشتر ما آدم‌ها از 200 سال پیش اصلا همچین چیزی رو میدونستیم. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا اینجاست که جالبه از 200 سال پیش تا الان متدولوژی ریاضیمون جلو نرفته توی تصمیم گیری و کانسپت‌هایی مثل کنترل تو بازار مالی میتونه استفاده بشه، چون الگوریتم دیسیژن میکینگ و الگوریتم دیسیژن میکینگ ریاضی همین الان داره توی فایننس استفاده میشه. شرکت‌ها کلی تو وال استریت دیگه نرم افزارها پرن دیگه و اینها ارزشایی که داره جلو میره. حالا تفاوتی که مثلا شاید یه نفر بخواد اکتیو اینفرنس استفاده بکنه با RL چیا میتونه باشه؟ خب اکتیو اینفرنس یک کوچولو جوان‌تره، یک کوچولو بروزتره، هنوز اونقدی تست نشده، هنوز اونقدی تو محیط‌های مختلف جواب نداده و من یک نفر از من بپرسه کدوم بهتره، من اینطوری مثلا ما آدما فکر میکنیم که یکی فکر میکنه چاقو خیلی چیز خوبیه، حالا طرز فکرش هم مهمه، داره چه دیدگاهی نگاه میکنه چاقو چیز خوبیه و برای چه انوایرمنتی داره نگاه میکنه. چاقو وسط دعوا خوبه یا چاقو برای مثلا یک شام خیلی مفصل خوبه، یا مثلا برای اتاق عمل برای یه جراحی. مرسی. پس وابسته به اون انوایرمنتی که ما داریم، وابسته به اون سیستمی که داریم، همه اینا میتونه متفاوت باشه چون به تعریف ما وابسته است. این داستان تا اینجا پیش میره، یعنی اینکه آیا کدوم یکی بهتره. خب چرا من میتونم بیارم الان
مقاله بشینیم با هم دیگه نگاه کنیم، یه مقاله میگه این بهتره، یه مقاله میگه اون بهتره، ولی اگه بخوایم کلیتشو بگیم هنوز مشخص نیست، چون هنوز ما نمیتونیم فول پتانسیال بیایم مقایسه درستی انجام بدیم که چه خبره واقعا توی داستان. و این یه چیزیه که باید صبر بکنیم، سیستمامون یه کمی پیشرفته تر بشن و دانشمندامون وقت داشته باشن، حوصله بذارن، یه مقداری مقایسه هایی که انجام میدن با دقت تر باشه. الان مثلا من خودم یه پیپر خوندم به تازگی، خب مثلا اومده بود مقایسه کرده بود، ولی مقایسهش به شدت غیر حرفه‌ای بود. تو یک دونه انوایرمنت اومده بود 6 تا مدل رو با هم دیگه مقایسه کرده. خب این درست نیست. این مقایسه مثل اینه که من بیام 6 تا آدم با فیزیک های مختلف و توانایی های مختلف و تو یه دونه انوایرمنت ثابت بخوام مثلا مقایسه بکنم. خب چه مقایسه ایه؟ این مقایسه ولید نیست. من اگه بخوام توانایی های آدم ما بحثمون اینه که توانایی های سیستم ها رو بشناسیم دیگه، بحثمون اینه که بگیم فلانی بهتره. این یه کمی ایگوه. بگیم این آدم تو این زمینه استعداد داره، این آدم تو این زمینه استعداد داره، این آدم تو این زمینه استعداد داره و انوایرمنت های مختلف بذاریم، نه یه دونه انوایرمنت. اگه واقعا مقایسه خیلی حرفه‌ای و درستی می‌خوام انجام بدیم. برای همین این که من بخوام بگم علم خیلی ساپورتیو بوده نسبت به این قضیه، نه، هنوز جای خیلی کار بیشتری داره. اما از این لحاظ که بخوام بگم که از لحاظ فکری داریم نزدیک‌تر میشیم به یک بلوغی توی AI و اتوماسیون و دیسیژن میکینگ، آره پیشرفتمون قابل قبوله، به خاطر اینکه این سیستما داره جلو میره. ولی اینکه کی بخواد برسه به اون اسکیلبیلیتی، یا اینجوری بخوام بگم که ما بتونیم این سیستما رو اسکیل کنیم، بتونیم تو جای مختلف استفاده کنیم، یا به اون ولیدیتی که بخوام بگم آقا من اگه میخوام به جای یک راننده قطار یا به جای یک راننده اتوبوس بیام از یک سیستم دیسیژن میکر استفاده بکنم، خب اینجا سوال داره. ماشین‌های خودران الان داریم ها، اوکی ان واقعا 100% نیستن. بر اساس صحبت‌های قبلمون 100% هم نمیتونن باشن، یعنی طبیعیه که نباشن، ولی معیار 100% بودن نیست برای ولیدیتی، برای اینکه کار بکنن، برای اینکه اکورسی قابل قبول داشته باشن. معیار اینه که بتونه تصمیم گیری درستی توی انوایرمنت‌های مختلف داشته باشه. یعنی به اون معیار که رسید، حالا اگه اشتباه کرد جای چشم‌پوشی هم داره، ولی وقتی نتونه تصمیم‌هایی بگیره که حداقل برای یه انسان عادی رشنال منطقیه، خب این سیستم هنوز جای کار دارن. نمیشه گفت که من میتونم بهشون اعتماد کنم که بذارمشون برای یه سری کارهایی که زیاد مهمن و با زندگی انسان ها مستقیم در ارتباط. مستقیم در ارتباط خیلی فاکتور گرونی، فاکتور واقعا سنگینیه که بخوایم الان اعتماد بکنیم به این سیستم. خیلی عالی. اون تاپیک های حالا آکادمیک‌تر و علمی‌تر رو راجع بهش صحبت کردیم. یه موضوعی که من حالا چند وقت پیش داشتم با دوستم راجع بهش صحبت می‌کردم، راجع به این بود که کلا تا اون عصری که اصلا کامپیوتر و لپتاپ و تبلت و اینجور چیزا، موبایل هوشمند و اینجور چیزا نیومده بود و بولد نشده بود، یعنی این سالیه که مثلا از حالت آکادمیک میاد بیرون. زندگی آدما، حالا به عقیده من و دوستم که داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم، زندگی آدما خیلی انسانی تر بود. یعنی ما مثلا برای خریدن هر چیزی میرفتیم بازار، بین اجتماع بین آدما میچرخیدیم، پشت ویترینا مغازه ها رو نگاه میکردیم، بوی غذاها و بوی شیرینی ها رو از توی خیابونا احساس میکردیم. زندگی آدما خیلی انسانی تر بود. ولی وقتی که تکنولوژی اومد، لپتاپ و نمیدونم گوشی و اصلا همه چی توی خرید و فروش ها همه چی از طریق سایت ها شد دیگه. مثلا الان روزمره عموم آدما مثلا حالا یه وسیله‌ای بخوان آنلاین سفارش، درسته خیلی مزیت داره، باعث میشه که از نظر زمان
یا حتی از نظر هزینه خیلی وقتا مثلا تو شاید یه کفشی رو بخوای بخری، اگه بخوای بری مثلا چند تا فروشگاه چند تا بازار رو بگردی شاید اون بهترین کوالیتی و بهترین قیمت رو پیدا نکنی، ولی وقتی حالا تکنولوژی هست میتونی خیلی راحت به اون تارگتی که داری برسی. ولی اتفاقی که افتاده زندگی انسانی رو خیلی اومده دستکاری کرده. هنوز من فکر میکنم که AI اونطوری که باید و شاید اصلا حتی تازه نیومده توی زندگی آدم ها. تو فکر میکنی زندگی انسانی آدم ها وقتی که AI بیاد و جا بیفته چه شکلی قرار بشه؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ من به خاطر اینکه خب من اینطوری فکر میکنم، من یک کوچولو مدل دیدم فرق داره. من اینطوری هم که من وقتی همه اطلاعات رو ندارم، مثلا وقتی اطلاعات استیت آف آرت، باید برم سراغ اونی که اطلاعات استیت آف آرت رو داره و نگاه بکنم ببینم چجوری داره به این قضایا نگاه میکنه و همین سوالایی که برای هممون آدمین دیگه، برای اونم این سوالا پیش میاد. ولی یه سند بخوام برای کسی بدم اگر دوست داشته و علاقه داشته مثلا بره بگرده، کسی به نام پیتر تیل میاد همین بحثو بیان میکنه. میگه که جزء پیپل مافیا بوده، یعنی خیلی آدم خفنیه، کتاب نوشته، خیلی درست حسابیه، ولی از اون پاور پلیرز، یعنی از اون کسایی که حرفش بردن و یه کمپانی داره که اینها مس سرویلنس دارن و اصلا خیلی کارهای عجیب دارن و یه بیرحمی خیلی خاصی داره نسبت به این آرگومنت ها، نسبت به این بحث ها که برای من جالب بود وقتی داشتم صحبتش رو چند تا پادکست هایی که دعوت شده بود صحبت میکرد گوش میدادم. اگه قدیم، من میخوام از مثالی که الان خودت زدی بس استفاده کنم. اگه قدیم ما باید پا میشدیم به خاطر خریدن یه دونه تیشرت قبل مثلا تولد، میرفتیم مثلا چه میدونم با تاکسی بگیر، پاشو برو پاساژ پیدا کن، بگرد ببین چی هست، انتخاب کن، هر چی بود مثلا از بین همون انتخاب بکن. تفاوت الانش چیه؟ تفاوت الانش اینه که مثلا میان سایتی مثل دیجیکالا، سایتی مثل آمازون دارن از AI استفاده میکنن که به شما بیان ریکامند بکنن بر اساس اطلاعاتی که از شما دارن چی دوست داری. اون تو خیلی وقتا یه چیزی دوست داری نمیدونی وجود داره، AI برات پیدا کرده بهت نشون میده. یعنی اون جایی که نیاز داری AI داره کمکت میکنه. حالا یه آقای مثل پیتر تیل میاد میگه که من اصلا این صحبتی که شما میگی رو متوجه نمیشم. حالا نه اینکه مستقیما بخواد بیاد بگه ها صحبت جنرالش اینه که میگه اگر تو به گوشی ادیکتی این مشکل خودته. ببین اگه تو قبلا مجبور بودی بری خرید، الان به خاطر لذت خرید کردن میری خرید، به خاطر لذت با یه انسان دیگه وقت گذروندن میری خرید، به خاطر اینکه میدونی اگه تو خریدت از چیزی هم خوشت نیومد بی‌نیازی آنلاین میتونی سفارش بدی بیاد در خونت راحت. ولی برای خود لذت خرید میری بیرون از خونت. درسته؟ این چه فرقی داره؟ این مثل اینه که من میتونم تو خونه خودم بهترین غذا رو درست بکنم، برای لذت بیرون غذا خوردن میرم رستوران، نه از سر گرسنگی. دقیقاً. دیدگاه تکنوکرات ها به این قبیل بحث ها این شکلیه، یعنی میگن که ما شرمنده ایم، ما تکنولوژی رو پیش میدیم جلو، به خاطر اینکه این چیزی که شما میگین با ذهنیت ما نمیخونه. ما این تکنولوژی یه راحتی داره تو زندگیمون میاره که اتفاقا زندگی ما خیلی بهتر میشه، کیفیتش میاد بالاتر، سریعتر میشه. چرا؟ چون اون آدما واقعا براشون سرعت مهمه. اون اگه بخواد بره چه میدونم آخر هفتهش رو تعطیلات، دیگه نمیخواد ذهنش درگیر باشه که بره برای قبل تعطیلاتش خرید. نه، اگه بخواد وقت بگذرونه برای خرید کردن تو تعطیلاتش وقت میگذرونه. و دیدگاهشون هم نسبت به این AI replacement'i که مثلا میگن AI میشه جایگزین آدم و اینا، اینه که بابا میاد میشه جایگزین یه سری کارها، بعد تو میتونی با همین دیدگاه، چون میتونی دیگه برای لذت اون کار بری اون کار رو انجام بدی. حالا
من حق میدم. یه سری ها میگن نه آقا من بیکار بشم که میخوام برم مثلا از خرید کردن لذت ببرم، با کدوم پول؟ من یه کارگاهی میذاشتم، تو این کارگاه یه جمله به بچه‌ها میگفتم که به نظر من هنوزم میتونه ولید باشه ولی خب یه مقداری سخته. گفتم زمانی که قلم و کاغذ اومد همه چکش و سنگ رو گذاشتن کنار و اتفاقاً به جای نوشته رو دیوار ما الان شاهکار ادبی داریم. اشعار خیلی زیبایی داریم، رمان‌های بی‌نظیری داریم. ذهن انسان باز شد، مغز انسان بازتر شد، یه لول رفت بالاتر. این حرفی که من میزنم هنوزم ولیده ها، ولی یه تفاوتی داره. اونم اینه که ما برای AI من فکر میکنم پلن‌های متفاوتی داره. یعنی برای AI پلن اینجوریه که بتونیم این میرا بودن انسان رو، این که انسان میمیره و انتروپی داره رو میخوایم جلوشو بگیریم. یعنی من اگه میدونم من قراره چه میدونم 30 سال دیگه مثلا زانون به مشکل بخوره، خب به جای اینکه نگرانش باشم میتونم بیام یک زانوی رباتیک بسازم، اونجا که به مشکل خورد عوض بکنم. همین الان هم یه سری دیوونه هستن میگن آقا اگه رباتیک واقعا به اون لول برسه من کل بدنمو میخوام عوض کنم با رباتیک، هم قوی ترم، هم نمیدونم بهتره، هم نمیمیری، هم مثلا فلانه، میخوام حافظه‌ام بذارم توی اصلا کامپیوتر و فلانه. البته همه اینا بحثای یه مقدار فلسفی هم داره. مثلا اینه که خب ما تا موقعی که داریم حافظه تو رو آپلود میکنیم ممکنه آپلود که داره تموم میشه خب یه لودینگ باری داره دیگه، تو اونجا مثلا هنوز زنده باشی، مثلا اینجوری بگیم خیلی روب صحبت کنیم، تو اونجا ممکنه هم اون موقع زنده باشی هنوز نمرده باشی، بعد تو اون 1/100 ثانیه آخر تو مثلا خدا رو ببین. خب بعد اون 1/100 ثانیه آخر خیلی روی تعریف تو از زندگی تاثیر داره دیگه، خیلی تاثیر داره دیگه. خب ممکنه کل این چیزایی که تو اومدی تو این حافظه آپلود کردی رو به شوره ببره. بعد چی میشه؟ اینو ما چجوری میخوایم عوضش بکنیم؟ بر همین خود این تکنوکرات ها یک کمی اینجور چیزا رو میدونن، به خاطر اینکه اینا همه مثلا نمیدونم اگه کسی بره دنبال بکنه یه ویژگی مشترک میبینه، اونم اینه که اینا خیلی کتابای سای فای زیاد میخونن. اینجور صحبت‌های دیوانه بار تو کتابای سای فای خیلی زیاده و ترسشون هم از همینه. یعنی میخوان بگن آقا اول علم برسه به یه لولی که من مطمئن بشم بعد این دیوونه بازی ها رو در بیارم. ولی من اینجوریم، یه سری دیوونه دیگه هستن حاضرن بیان این کارو بکنن، پس بذارم اینا هم بشن مثلا تست کیس، اینا هم بیان مثلا روی اینا اتفاق بیفته. مثلا من داشتم دیشب صحبت یکی رو میدیدم، این بازیکن راگبی بود، بعد ازش در مورد مثلا یه سری دارو پرسیده بودم، بعد گفت آره من این داروها رو شنیدم، به نظرم هم خیلی باحاله و با منطق مثلا بیولوژی بدن خیلی خوب کار میکنه، ولی اول میذارم رو جوابش رو بدنهای بقیه ببینم بعد خودم استفاده میکنم. خب ببین وقتی این داره اینطوری فکر میکنه چرا اونها اونطوری فکر نکنن؟ اونا میگن آقا ما رباتیک رو دیولپ میکنیم ولی خودمون استفاده نمیکنیم. اول شما استفاده بکنیم، اول همه کسایی که میرن آیفون 17 میخرن، آیفون 16 میخرن نیومده بیرون، نمیگم چیز بدیه ها، میگم میدونن مارکتو بلدن، شما برین استفاده بکنین، ریزالتش که اومد ما استفاده میکنیم و ما بهترش هم استفاده میکنیم. چون تو اگه رفتی آیفون 16 خریدی، اینا کانسپت آیفون 17 رو طراحی کردن، تموم شده، فقط تولیدش مونده. برای همین این داستان هست، این بحثا هست، لزوما نمیتونه چیز بدی باشه، به خاطر اینکه میگم واقعا ما اگه الان رو نگاه بکنیم آره تو میتونی برای لذت خرید بری بیرون، ولی من همچنان همون حرف پیتر تیل رو خیلی قبول دارم، میگه ما تکنولوژی استگنیشن، یعنی تکنولوژی که داری فقط داری میاد توی این گوشیام، توی چه میدونم سیستم حمل و نقلمون نیومده، توی سیستم شهرسازیمون نیومده، توی سیستم ادارجاتمون نیومده و اینا یه عقب موندگی خیلی شدیده. ما داریم بابت اینا انرژی مصرف میکنیم، پول مصرف میکنیم، قدرت مصرف میکنیم که نیومدیم از تکنولوژی درست استفاده بکنیم و تکنولوژی رو بهینه بکنیم برای این ساختار. و حرفش به نظر من کاملا درست. یه عقب موندگی خیلی وحشتناکی داریم که حق میدم
آدما مخصوصا افرادی که حرفه‌ای‌ترن اعتماد ندارن به تکنولوژی و این اعتماد نداشتنشون کاملا درسته و منطقیه، ولی بالاخره یه روزی باید این اتفاق بیفته. یه روزی ما از کاغذ و قلم توی ادارجات موو کردیم به کامپیوترها، با اینکه میدونستیم اگه برق بره کامپیوتر خاموش میشه، اطلاعات پاک میشه یا مثلا داغون میشه، ولی یه فکری براش کردیم دیگه، درستش کردیم. همون نسبتا این اتفاق باید در AI بیفته. بعد چه بخوایم چه نخوایم انجام میدن این اتفاقو، به خاطر اینکه جلوی رشد رو نمیشه گرفت. و دیدگاهشون هم اینه اگر من نکنم دشمنم که روبرومه میکنه، که حالا تو این زمینه AI الان میشه آمریکا و چین. اینجوری میشه. خیلی ممنون. تاپیک هایی که من برای سپر فرستاده بودم و حالا از طریق اون پوستری که براش فرستاده میشه توی حالا فضای مجازی که میتونه شیر کنه و خودم هم برای مخاطبینم شیر میکنم. تاپیک هایی که تا الان راجع صحبت کردیم تاپیک هایی هست که توی اون پوستر وجود داره و هم سپر هم مخاطبین راجبش میدونستن. حالا میخوایم بریم سوال بپرسیم، یک سوالی که اسمش بلک باکسه که واقعا سپر چیزی راجبش نمیدونه و مخاطبین هم نمیدونن و قرار بریم ببینیم چه شکلیه. آماده ای براش؟ بریم. قبل از اینکه من بخوام سوال بلک باکس رو شروع کنم، اول میخوام یه تشکر کنم. خیلی دارم این اپیزود خیلی فرندلی جلو میرم. یه تشکر میکنم از سپر به خاطر اینکه تو فرایند اصلا اون پلنینگ و استراتژی چیدن برای بلک باکس اینترویو خیلی منو کمک کرد. من یه پلنینگ دیگه داشتم، اینه یه ساختمون ساخته بودم رفته بود بالا، سپهر اومد با کانسپت این که یه چیزی تولید کن که یه خلق اثر باشه برای مردم و کمک کننده باشه برای مردم. باعث شد من کلا اون ساختمونه رو کوبیدم، یه بار دیگه یه جور دیگه چیدم رفتم بالا و با این رویکرد داره جلو میره. این از تشکر. اگه موافق باشی حالا بریم سراغ سوالا. نه کاری نبود. امیدوارم بقیه مهمونا لذت ببرن از این فرآیند، یعنی بیشتر همونه که کانورسیشن مفید باشه. بریم. حتما. خب سوال اول سوالی بود که در واقع من راجع به همون توهم هوش مصنوعی نوشته بودم، ولی خب راجع به صحبت شد یه جورایی و من دارم میبینم کاور شده توی اینترویومون. من در لحظه تاپیک رو عوض کردم. خب میخواد بگو سوالت چی بود که بازم بدونم. سوال این بود یکی از بزرگترین مشکلاتی که تو سیستم‌های هوش مصنوعی الان وجود داره اینه که مدل‌ها به صورت خیلی غیر منتظره قاطعانه جواب اشتباه میدن. مثلا اگر راجع به یه موضوعی چیزی رو نمیدونه نمیگه که بیان نمیکنه نمیدونم یا برام واضح نیست یا بیشتر توضیح بده. البته جمینای رو که دقت کرده باشید توی آخرین نسخه که داد به نظر من اینو خیلی بهتر کرده، ولی چت جی پی تی هنوز نه اونقدر. راجع به این بود. میخوای چیزی راجبش بگی؟ آره یه نکته‌ای که دوست دارم همه بدونن، اینو کوتاه میگم که بریم سراغ سوال بلک باکس. اینه که مدلی هم که دارن این هلوسینیشن رو برطرف میکنن هم بانمکه، یعنی سر خیلی از تاپیک‌ها اینا هنوز دارن خیلی، البته الان ممکنه فرق کرده باشه آخریش رو چک کردن، ولی میومدن به AI میومدن یه دونه لیست میدادن، میگفتن که ببین اگر این تاپیک‌ها از صحبت شد بیا برو مثلا فکت چک کن. بعد ما یه چیزی داریم توی NLP، بچه‌ای که NLP کار کردن میدونن، یعنی اگه نمیدونین بچه‌ها حتما این کار کنین. انتیتی ریکگنیشن ما داریم که میاد آقا من انتیتی‌های مختلف، انتیتی همیشه اصلا اسم شخص، اسم سازمان، نمیدونم فلان اینا، یه برو انتیتی‌ها رو بشناس توی متن، بعد یه برو تو اینترنت اینا رو چک بکن. خب باز همین کارم اشتباهه، چون خود اینترنت ریسورس معتبری نیست. مثلا پادکست کندیسونز برای بچه‌هایی که خیلی به این تئوری رو علاقه دارم، پادکست سالم‌تریه، گوش بدید حتما. مثلا این اومده بود با XAI صحبت کرده بود، بعد این یک کتاب و ورژن خیلی قدیمی شو داشت، بعد اومده بود باش صحبت کرده بود که آره مثلا تو اون بازه فلان و اینها
یه همچین صحبتی شده بود، یه همچین اتفاقی افتاده، بعد XAI خیلی سیور، خیلی سفت گفته بود که نه اینجوریه، بعد دوباره بهش گفته بود که نه ببین این شکلیه، بعد اون اصلا اومده بود فکت آورده بود که نه من مطمئنم، بعد این گفته بود بابا من کتابو دارم، اینم گفته بود نه این عکس کتابو فرستاده بود، گفته بود چی داری میگی، من دارم در مورد این کتاب صحبت میکنم چون این صفحه مثلا اینو نوشته دیگه، من که از قبل. بعد XAI خیلی شیک اومده بود گفته بود آها راست میگی حق با توئه ببخشید، مثلا من سعی میکنم خودم رو آپدیت میکنم. بعد این یک سوالی رو ریز میکنه که میگه که آهای کسایی که دارین از AI به عنوان منبع تاریخی، منبع مثلا فلان استفاده میکنین، چقدر حواستون جمعه؟ طرف نسخه مثلا قدیمی کتاب پیدا کرده با 1000 تا زحمت آورده، XAI داره میزنه زیر این داستان و خیلی هم سفت این کارو میکنه، خیلی مطمئن این کارو میکنه و این دیگه ممکنه حالا بحث سر این میگن اوکی یه سری چیزا هلوسینیشنه، ولی این دیگه داره تاریخ عوض میشه، داره تاریخ رو برنده میمیسه، یعنی اون صاحب اون AI میتونه تاریخ رو به نفع مسلمان، به نفع اصلا بحث هم فرقه خاصی نیست، به نفع یهودی ها، به نفع آمریکایی ها، به نفع انگلیسی ها، به نفع هندی ها، به نفع چینی ها عوض میکنه. همونطور که دیدیم تو مدل دیپ سیک که تو نمیتونستی در مورد دولت چین با دیپ سیک صحبت بکنی. پس خیلی از وقتا بحثمون هلوسینیشن نیست، بحثمون اینفورمیشن فراده که یک کمی تاپیکای قاطی میشن با هم دیگه. برای همین دوست دارم بگم به همه که حواستون به این داستانم باشه، یک کمی فکت چکا همینطوریش هم سخته، یعنی همینطوریش هم مثلا یک کتابی مثلا سال 2020 نوشته شده مثلا بری با ورژن قدیمیش بخونی میبینی که فرق داره. برای همین اصلا عوض کردن کل بحث این نیست که ادیت کردن، بحث اینه که عوض کردن فکتو. برای همین آره اینو دوستش هم اضافه بکنم. سوال بلک باکسه اون چیزی که در لحظه، یعنی یکی از سوالای ذهنی خود منم هست، خلاقیت هوش مصنوعی. خلاقیت هوش مصنوعی تفاوتش با خلاقیت انسان کجاها عقب‌تره، کجاها جلوتره؟ ببین اگر تا حالا امتحان کرده باشی مثلا به یه مدل میگی راجع به مثلا این کانسپت برای من یک شعر بنویس، اصلا شعر خوبی نمی‌نویسه. میگی یه جوک بگو، اصلا جوک خوبی نمیگه. ولی مثلا الان جدیدن اگر مثلا یه عکسی ازش بخوای جنریت کنه، خوب تقریبا میتونم بگم بهتر از قبل داره جنریت میکنه. خلاقیتش و تفاوت خلاقیت AI و انسان بگو بهمون. کانسپت خلاقیت رو من یک کوچولو اوورهایپ میدونم. ممکنه خیلی با من مخالف باشن، حاضرم سرش صحبت بکنم، نو ایشوز، دوام نکنین. ولی من یکی از اولین پروژه‌هایی که زدم برای NLP برای خودم این بود که من یه مدل LLM ترین کردم روی کتاب شعر خدای کی بود، روی یه کتاب شعر از یکی از این شاعرای معروف اروپایی و اینقدر خروجی خوبی به من داد که اصلا واقعا اینطوری بودم که این چپتر مثلا دیگه این کتابه. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که کانسپت خلاقیت رو ما خودمونم نمیشناسیم که چطور. کسی نمیتونه خلاقیت رو تعریف کنه. خلاقیت یعنی چی؟ یعنی چیز تازه ساختن. AI هم میتونه چیز تازه بسازه. اتفاقا حالا چرا شعر خوبی نمیگه خیلی وقتا؟ به خاطر اینکه اون AI، من اینطوری بگم، هر کسی هر چند تا زبون بلد باشه یک زبون رو به عنوان زبون مادری بلده. چون زبان مادری توانایی زبانیش خیلی بالاتره. AI مثلا چت جی پی تی زبان مادری زبان انگلیسیه و اولین کاری که من خودم کردم این بود که بهش گفتم بیا مثلا یه شعر انگلیسی بنویس. و شعر خیلی موزون و خیلی تمیزی نوشت. و بعد ما مثالش رو دیدیم که می اومدن لیریک‌های شعرهای شبیه به شعرهای رپرهای معروف رو به AI میدادن که AI بنویسه، بعد می اومدن
میخونن روش با استفاده از تغییر وایس وکال‌هاشون رو به وکال‌های اون رپرها تغییر میدادن، آهنگا رو ریلیس میکردن که اولین پروداکتی بود تقریبا که مثلا تو اینترنت خیلی ترکید و خیلی هم خواهان داشت و مثلا اینطوری بود که وای قدرت ای آی رو ببین، که همون موقع مثلا چندین ماه بعدش آهنگ معروف شادبه اومده بود که همه دیگه مثلا میگفتن این ای آی با مثلا فلان و اینا، ببینید چه خفن قدرت ای آی. خب وقتی ما یه همچین چیزی داریم، وقتی یه همچین چیزی وجود داره، این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده اینه که آقا کانسپت خلاقیت به خودی خود کامل شناخته نشده. واقعیتی که باید قبول. من یه مشکلی که دارم اینه که این قضیه رو دارن مارکتینگ میکنن برای فروشی به نظر، که میگن آره ای آی میاد کارهای الکی رو ریپلیس میکنه که ما بتونیم خلاق بشیم. خیلی از کسایی هم که من دوستشون دارم این حرفو میزنن، اولین کسی هم که این حرفو میزنه نوال راویکانت، یه دونه انجل اینوستور توی سیلیکون ولی، خیلی خیلی آدم خفنیه، به شدت آدم پریه، یکی از رول مدل های خود منه. حتی سهیل علوی هم تو پادکست طبقه 16 میاد این حرفو میزنه، فکر میکنم هم منشن میکنه نوال رو، ولی من مخالفم. من اینطوری هم که آقا خلاقیت هم اگه قرار باشه همین الان داریم میبینیم تو میتونی مثلا چه تصاویری جنریت بکن. الان همین یه روز دو روز پیش نمیشه که سورای 2 اومده و ویدیوها رو نگاه میکنیم، ویدیوها شاهکارن. این یک کوچولو این چند تا ورژن دیگه بهتر بشه واقعا فوق العاده است. در مورد چه خلاقیتی ما داریم تو صحبت؟ من متوجه نمیشم. یعنی اگه خلاقیتیه که شما دارین به من میگین من میتونم برم نمیدونم فلان بکنم من قبول نمیکنم. حالا یکی مثل نوال راویکانت میاد این آرگومنتشو اینجوری بیان میکنه که آقا اون چیزایی که من تو کتابای سای فای میخوندم ما وقت داریم بریم سراغ اونا، یعنی ای آی کمکمون میکنه. از اینجوری بگم استار وارز رو تقریبا خیلی دیدن فیلمشو، ما وقت میکنیم بریم یا مثلا یه پلنت بسازیم بریم استار وارز رو برای خودمون مثلا بسازیم رو کره زمین. اینجوری به من بگی من قبول میکنم. یعنی از ای آی ما به عنوان یک شتاب دهنده استفاده بکنیم برای بالا رفتن رسیدن به چیزای خفن‌تر، اینو من قبول میکنم. ولی برای خلاقیت، تعریف اون خلاقیت اگه فشن و مد و نمیدونم فیلمسازی و سینما و اینها باشه، من اینطوری هم که ببین ریپلیس میکنه. این خلاقیتی نیست که شما دارید باشه مخرم میزنه. من قبول نمیکنم چه تصمیم نمیکنم. اما اگه خلاقیت اون چرا میگم این باشه که ما یک دونه مثلا چه میدونم ترینی بسازیم که مثلا چه میدونم سفر میکنه از اینجا به اونجا و روی هوا مثلا حرکت میکنه، خب این یه کانسپت خیلی پیچیده است، خیلی درست حسابیه. آره اینو هستم. یعنی اون تعریفی که ما از خلاقیت داریم خیلی مهمه تو این بحثی که داریم انجام میدیم. اگه خلاقیت اسکول مثلا مدرسه فشن و مدرسه دیزاینینگ باشه به نظر من ریپلیس داره. به نظر من الان ریپلیس داره. بعداً ممکنه ما مثلا وارد کانسپت‌های دیگه بشیم، تعریف دیزاین فرق می‌کنه به خاطر ای آی، تعریف فشن فرق می‌کنه به خاطر ای آی، تعریف پروداکت دیزاین فرق می‌کنه به خاطر ای آی. اونجا باز خواهیم دید به خاطر اینکه باز استانداردها میره بالاتر، قدرت ای آی کمه، ای آی پیشرفت می‌کنه، این استانداردها هم میره باش بالاتر. این اتفاق من میتونم بپذیرم اگر اینجوری داره توضیح داده میشه، ولی نمی‌بینم اینجوری توضیح داده بشه. بیشتر داره سل میشه که آقا بیاین اعتماد کنید. بیاین بعد من اینطوری هم که این کورکورانه اعتماد کردنه هزینه داره ها. خیلی از آدما افسرده میشن به خاطر اینکه اون انتظاری که داشتن برآورده نشده. چرا دارین اینجوری میکنید؟ متوجه مثل همون داستان کانسپت مربیای بدنسازی که به هر کسی که میاد میگن تو میتونی قهرمان بشی. بابا مهمه یه سری چیزا نسبت چه میدونم بالاتنه به پایینتنه، نسبت سرشونه به دورکم مهمه تو رشته‌های مختلف. خب بیاین اینو فکت بگین، نه اینکه تو به خاطر پول هر کسی میای وعده میدی دارو میدی مثلا فلانه. و من احساس میکنم اون اتفاق داره توی ای الان میفته. صادقانه کسی هم که توی این حوزه هست و داره میبینه و من خودم به همه دوستان میگم چرا اینجا نگم.
من نظرم اینه. یه نفری دیگه ممکنه بیاد بگه نه، به نظر من خیلی کانسپت قویه، باید اینطوری فروخته بشه، باید همه برن آخرین گوشی رو بگیرن، آخرین لپتاپ رو بگیرن. هر سال داریم می‌بینیم فرق نمی‌کنه با صورت. M4 خیلی قویه، یک کوچولو از M3 بهتره، M5 یک کوچولو قراره از M4 بهتر باشه. پس این داره به یک لیمیتی میرسه دیگه. اونجاست که یه مقداری ما مشکل خواهیم داشت برای این تعاریف به نظر من. ولی خب همچنان کار خودشون رو میکنن، مارکتینگ میکنن و میفروشن و پولا رو جمع میکنن، حالا خرج ریسرچ و دیولپ میکنن که منطقی هم هست. چرا که نه؟ مرسی از توضیحاتت، خیلی عالی بود. سوال بلک باکس هم بهش پرداختیم. ممنون از زمانی که گذاشتی، برای من خیلی مفید بود. اگه برای شما هم مفید بوده این اپیزود رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید. اگه راجع به تاپیک هایی که صحبت کردیم سوال یا ابهامی براتون وجود داشت توی کامنت ها برای من بنویسید که اگر تعداد سوال ها به یک حد خوبی برسه دوباره از سپر جان دعوت کنیم بیایم به جواب سوالا بپردازیم. سپر جان ممنون از وقتی که گذاشتی. مرسی از تو و مرسی از انرژی خوب. امیدوارم که برای همه خیلی 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 لذت بخش باشه گوش دادن به این پادکست رو. حتما بگن نظرشون رو. مرسی، ممنونم. روز خوبی داشته باشید. همچنین